سلام، محمد هستم با پنجمین قسمت مینی ویدیو کست داستان تمدن. حتما تو فضای مجازی فیلم‌های قدیمی افغانستان که زنها با آزادی کامل به خیابون می اومدن و فضای رقص و شادی توی خیابون‌ها حاکم بود و دیدین و از خودتون پرسیدین که این افغانستان امروز همون افغانستان زیباست. از طالبان‌ها یا با اون عمامه‌ها و لباسای متحجر خودشون تو اون زمان چیکار می‌کردن؟ این همون دوره‌ای بود که حکومت دموکرات افغانستان با حمایت شوروی‌ها به روی کار اومده بود و حتما میدونید که کمونیست‌های شوروی مخالف سرسخت دین بودن و به زور هم که شده و هر کشوری که میرفتن آزادی‌های دینی و پوششی رو با خودشون میبردن. دهه 70 میلادی بود و دوران اوج جنگ سرد آمریکا با شوروی و آمریکا نمیتونست نسبت به حکومت چپی افغانستان بی‌تفاوت باشه. کمک کردن به نیروهای اسلامی همون مجاهدین افغانستان بهترین روشی بود که میشد جلوی نفوذ کمونیست رو گرفت. چون شوروی به زور اصلاحات تجددخواهانه خودش رو به خورد عامه مذهبی جامعه میداد و صدای مردم مسلمان افغانستان رو درآورده بود. القاعده تو همون سالها برای مبارزه با شوروی با حمایت آمریکا شکل گرفت و اعضای مجاهدین افغان که بعداً با نام طالبان در سال 1996 به روی کار اومدن هم یکی دیگه از گروهایی بود که آمریکا به شدت از اونها حمایت میکرد. آمریکا نمیدونست رابطه گروه‌های اسلامی با امپریالیسم چطوری میتونه باشه، اما مطمئن بود که امکان نداره آب کمونیست‌های بیخدا با مسلمون توی جوب بره. حمایت‌های مالی و نظامی آمریکا و پاکستان و بسیاری کشورهای دیگه در نهایت منجر شد که نیروهای شوروی بعد از 10 سال عقب نشینی کنند. بعد از جنگ افغانستان سالها درگیر جنگ داخلی بود. اما شاید عجیب‌ترین نتیجه حمایت‌های آمریکا رو باید گردش سیاسی مجاهدین اسلامی بدونیم که دشمنی سرسخت برای آمریکا و غرب از کار در اومدن. اسامه بن لادن که مثل اکثر بزرگان انقلاب ایران از تحصیل کرده‌های دانشگاه آمریکا بود، بعد از برگشت از آمریکا به اصلی ترین دشمن شماره 1 آمریکا تبدیل شد. گویا این خاصیت خاک آمریکا که بزرگترین مخالفین خودش رو خودش تربیت کنه. عشق و نفرت نه فقط چشم ما آدم‌های معمولی رو میتونه کور کنه، بلکه هزاران سیاستمدار با اون اتاق‌های فکر خودشون رو هم میتونه کور کنه. نفرت آمریکا از چپ‌ها به قدری بود که چشم اونا رو به روی دشمن بعدی خودشون بسته بود. اشتباه تاکتیکی آمریکا برای حمایت از اسلامگراها در برابر چپ‌ها قبلتر هم توی ایران اتفاق افتاده بود که موضوع هفته آینده‌مونه.